اون چیزی که امروز حزب خلقی دموکراتی در سر قدرت است و پرزیدنت رئیس آن است و تا اندازه با اون سیاست خود و با اون تشویقات و ترغیباتی که هم روزنامه و هم رادیو و تلویزیون میبرند موقع وی در بین مردم به فکر من در بین مردم خیلی و خیلی زیاده. به فکر من نمیتونه چون که همه امومالی پرزیدنت همونه دوست میداره خود نمیتونه برای همین. من فکر میکنم که امروز در شرایط امروزی تاجیکستان نامزد ارزنده به منصب پرزیدنتی این امامعلی رحمان میباشد چنانه که در طول 20 سال خدمت‌های کرد میتواند که آینده نیز برای ملت تاجیک هم خدمت‌های ارزنده را به سامان رساند. ما نمیگیم که آنها شانس کمتر دارند، شاید که شانس دارند. هر یک شهروند البته عقیده خودش دارد. این عقیده شخصی من است که ارزنده نامزد ارزنده این امامعلی رحمان است. ممکن که آدم‌ها بالاخره باشند. میگم من که این آدم هر روز برآمدش و هر روز واخریش و کارو کردنش میدونم من این آدم باور میکنم. دیگر آدم ها ممکن باشه که من باید ندانم من هیچ گفته نمیتونم. البته دیگر حزبا نیز شانس دارند برای گذاشتن یعنی این وابسته به خود همین حزبا میباشد. من نمیشناسم دیگه حزب یگان چه ما بیقدر همین امامعلی دیگه یگان چه نمیشناسم. اون که شانس ندارد پرزیدنت شباره پرزیدنت خودمونه اول پرزیدنت بود و میموند در نامش در تاریخ که هست پرزیدنت بخی میمونه و یگان که جای وی رو گرفتن نمیتواند.